بچه خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه با من. امروز بالاخره ویدیویی که خیلی درخواستشو داشتین و فرصت کردم بگیرم و براتون کامل توضیح بدم. بله همونطور که از تایتل ویدیو متوجه شدین آموزش رفع لگ داریم و خب راستیتش این یکی از بهترین آموزشایی بود که میتونستم بذارم چون مشکل خیلی‌ها رو حل میکنه. واقعا بابت حمایتی که ازم کردیم ممنونم. ویدیو اول چنلمون حدود 700 تا ویو خورد و خیلی ویو خوبی بود واسه اولین ویدیو لاین. خیلی حرف نزنم، سریع سرعتی بریم سراغ آموزش رفع لگ که درخواستش خیلی زیاد قراره با هم دیگه بررسی و نکته برداری بکنیم که باید چه کارایی رو بکنیم و چه کارایی رو نباید انجام بدیم. که بچه‌ها اصلی ترین دلیل لگ زدن دیوایستون رو من براتون وسط ویدیو توضیح میدم، پس حتما با دقت ویدیو رو نگاه کنید. راستی این ویدیو جایزه داره بچه‌ها، براتون 80 تا سی پی در نظر گرفتم برای هر کسی که واچ تایم این ویدیو رو ببره بالا، چندین بار ویدیو رو از اول تا آخر نگاه بکنه و اسکرین شات به این آیدی تلگرام ارسال بکنه و 80 تا سی پی رو تحویل بگیره. بچه‌ها اولین قدم تمام چیزایی که بهتون توضیح میدم رو خوب گوش بکنین و مثل من قدم به قدم انجامش بدین تا لگ دیوایستون کمتر بشه. خب گیم رو باز میکنیم، وارد ستینگ میشیم، بخش اودیو اند گرافیک، دو گزینه اول که هم داخل بتل هم داخل مولتی دو گزینه اول هستن. اولین گزینه در واقع کوالیتیه که گیم بهتون ارائه میده، اون حالت فانتزی تر و خیلی شفاف تر و قشنگتری که به بازی میده. این گزینه خیلی لگ میاره، حتما روی لو قرارش بدین. و گزینه بعدی که گزینه دومه فریمیه که دیوایس شما بهتون ارائه میده که بعضیاش هستن 40، حالا ما که آیپدیم 120یم و حتما روی آخرین حالت قرارش بدین. در حال حاضر خفن ترین فریمی که دیوایس داره 120 همون اولترا هست که روی آیپد ها و گوشی‌های گیمینگ، گوشی‌هایی که پردازنده های خیلی بالایی دارن قابل اجرا که تاثیر مستقیم روی نرمتر شدن بازی شما داره. اینم بهتون بگم که فریم روی سنسیتیویتی که شما دارید خیلی تاثیر داره و کسی که 120 فریم باشه سنسیتیویتیش اصلا با اون کسی که 60 فریم میگیره یکی نیست. بریم سراغ مرحله بعد. زمانی که گیم رو باز میکنید و میخواین گیم بزنید، برنامه‌هایی که استفاده کرده بودید رو ببندید. تو موبایل نازنین شما یا دیوایس نازنین شما مجبور میشه که چند تا برنامه رو باز نگه داره، در واقع همون فرضیه هنگام استفاده که فکر میکنه شما دارید استفاده میکنید برنامه رو ارائه میده، موبایل درگیر میشه و مجبور میشه چند تا کار رو با هم دیگه انجام بده و در نهایت داغ میکنه و شما لگ میزنید. مرحله بعدی که باید انجام بدید های دستگاه یا همون اینترنت همراهی که هممون ازش استفاده میکنیم. بچه اینترنت همراه خیلی سنگینه وقتی روی یه دیوایس روشنش میکنین، بسیار شارژ میخوره، بسیار سنگینه، در واقع انگاری که چندین تا برنامه رو با هم دیگه باز نگه داشتید که خود این موضوع کوچیکی که ما همیشه داریم تجربهش میکنیم باعث میشه که موبایل یا دیوایستون بیشتر داغ بکنه و یا شارژش زودتر تموم بشه. برای حل این مشکل هم بهتر که از وای فای استفاده بکنید. نکته بعدی، هنگام بازی حتما قاب گوشیتون رو در بیارین، مخصوصا قابای سیلیکونی ما رو داخل خودش نگه میداره و هر چقدر دیوایستون گرمتر بشه لگتون بیشتره. مرحله بعدی که کمتر کسی بهش توجه میکنه، استفاده از VPN و وایرگارد های نامعتبر. بله دوستان، مثل دقیقاً داستان همون اینترنت هست، همون اینترنت همراه دستگاهتون که باعث میشه انگار که مثلا چندین تا برنامه رو موبایلتون داره با هم دیگه انجام میده و هندل میکنه. پس حتما زمان خرید وایرگارد از شخصی یا کسی ازش بپرسین که وایرگاردش این مشکل رو داره یا نه. و مرحله بعد، دوستان عزیز که دیوایس های خیلی دیگه ضعیفی دارن، قربونتون برم لطفا سطح انتظاراتتون رو بیارید پایین. من متوجه میشم، خودم موبایل پلیر بودم و خیلی برای من سخت بود. من روی ایکس پلی میدادم، روی آیفون ایکس پلی میدادم و خیلی سخت بود، درکتون میکنم. اما شما نمیتونین از یک موبایل معمولی رو به پایین توقع یه فریم خیلی خوب و در واقع برابری با گوشی‌های پرچم‌دار یا آیپد رو داشته باشید. مرحله بعدی، بازی کردن تو شارژ. ببین این قشنگ مرگ برای موبایلتون. بچه‌هایی که با موبایل پلی میدید این کارو نکنید. شاید اون لحظه توی گیم بهتون خوش بگذره ولی اون باعث میشه که هلت باتریتون بیاد پایین، باتریتون باد بکنه، به گوشی آسیب برسه و به جای اینکه چند ساعت بخواین خوش بگذرونین مجبور میشین چندین روز درگیر عوض کردن باتری و هزینه‌های چند میلیونی باشید. و مرحله بعدی که خیلی دیگه این مهمه،
گول کسایی که میان تبلیغات برنامه‌هایی رو میکنن که آره بیا اینو بریز فریم گوشی تو میبره بالا، گیمت اونطوری میشه. تا اصلا گول نخورید بچه‌ها. هیچ برنامه‌ای وجود نداره که بتونه فریم گوشیتون رو، پردازنده گوشیتون رو تغییر بده. یعنی اگه بخوای پردازنده گوشی رو تغییر بدی، گوشی رو باید باز کنی، یه چیز دیگه بذاری داخلش. من زیاد وارد نیستم ولی میدونم که پردازنده قابل تغییر نیست. برای همین حتما حواستون باشه که به حرفی که گوش میدین و طرف بهتون چی میگه اصلا گوشتون شنوای این که آره این برنامه رو بریز، نمیدونم فریمت میره بالا، ال میشه بل میشه، دیوایست خوب میشه نباشید. ممکنه که چندین تا ضرر دیگه برای گوشیتون داشته باشه که شما ازش خبر ندارید. مشکل بعدی باتری سیور بچه‌ها که من الان اینجا براتون تستش رو انجام دادم. اول باتری سیورم خاموشه که میبینید چقدر نرم داره میره جلو کرکترم، ولی زمانی که باتری سیور رو روشن میکنم شروع میکنه یک ذره فریمم میاد پایین و انگاری که اونقدر دیگه نرم نیست و خیلی این اشتباه میکنن، یادشون میره که باتری سیورشون رو زمان گیم زدن خاموش بکنن. چیز بعدی که حتما بچه‌ها باید حواستون بهش باشه اینه که حافظه‌تون رو خالی نگه دارین. یعنی حداقل 50% از حافظه دیوایسی که دارید خالی باشه تا کمتر به موبایلتون فشار بیاد، به دیوایستون فشار بیاد و لگ نزنین. یکی از دلایل اصلیش همینه که هیچ کس بهش توجه نمیکنه. بچه حافظه گوشی واقعا مهمه، حافظه دیوایس واقعا مهمه. حواستون رو قطعا جمع بکنین که چند درصد از حافظه دیوایستون پره، چون حتی ما آیپد پلیرها هم زمانی که حافظه دیوایسمون پر میشه شروع میکنیم به لگ زدن و افت فریم. برسیم به مهمترین عامل لگ دیوایس. بچه‌ها من خودم با این موضوع درگیرم چون کولپد ندارم. در واقع بچه‌ها این اصلی ترین عامل لگ زدنه که همه مشکلات کوچیک دیگه از این عامل میاد. داغ شدن دیوایس. بازی کیفیتش بالاه، در واقع یه بازی ویدیویی دیگه تا 120 فریم اجرا میکنه و زمانی که داره مثلا به عنوان مثال شما دیوایستون 60 fps میگیره، داره اون 60 fps رو بهتون ارائه میده، نهایت توانش رو داره برای شما میذاره و این خیلی مهمه که خنک نگهش دارین چون بهش فشار میاد. و زمانی هم که به دیوایستون فشار بیاد شما لگ میگیرید. حالا سوال اینجاست که بهترین راه حل چیه؟ من خودم باهاش درگیرم چون کولپد ندارم. برای کسایی که حالا چه نمیخوان هزینه بکنن برای فن گیمینگ یا حالا کولپد، چه شرایطشو ندارن، چه اصلا آقا نمیخوان بخرن. احتمالا توی یکی از ویدیوام دیده بودید من سر کننده دندون، بچه‌ها از اینا که یخ میزنه میذارن رو دندون، از اونا با آیپد میچسبوندم تا آیپد خنک بمونه. راحت ترین روش البته اگه آب بشن سخته واقعا. راحت ترین روش اینه که برای موبایل از سر کننده های دندون استفاده بکنیم که عکسشو براتون میذارم. پشت دیوایستون بذارین، حالا یا بچسبونید با چسب نواری و هر چند ساعت هم تمدیدش کنین، بذارین داخل فریزر یخ بزنه، دوباره میتونین استفاده بکنین. و برای آیپدم من خودم از سبزی یخ زده استفاده میکنم. دروغ چرا؟ تا زمانی که کولپد بتونم بگیرم. واقعا خیلی مهمه که دیوایس داغ نکنه، چون زمانی که داغ کنه حتی ماها که آیپدیم لگ میگیریم، فریز میکنیم، افت فریم داریم، مخصوصا اونایی که ریکورد میگیرن. بچه‌ها داغ شدن دیوایس فقط به لگی که شما میگیرید نیست. داغ شدن دیوایستون برای دیوایستون ضرر داره، هلس باتری رو میاره پایین، به باتری آسیب میزنه، باعث میشه باتری باد بکنه و هزینه های چندین میلیونی روی دستتون میذاره. الان خیلی‌ها هستن که مطمئنا ویدیوشون رو داخل اکسپلور دیدین که میان میگن که آره انقدر مثلا ما گیم پلی دادیم که باتریمون باد کرده و چندین میلیون ضرر میذاره روی دستشون. اگرم باتری هلستون بیاد پایین که دیگه کلا قیمت دیوایستون میافته. وایس ببینم، یعنی واقعا تا اینجای ویدیو اومدی، ساب نکردی، لایک نکردی، کامنت نذاشتی، واقعا مرام صفر. و میرسیم به آخرین نکته. سعی کنین همیشه دیتاهای بازیتون رو ثابت نگه دارین، همیشه حافظه کشتون رو خالی بکنین، پاکسازی بکنین و هر چیزی رو داخل گیم دانلود نکنین. مثلا لازم نیست 100% گیم رو دانلود کنین و تنظیمات دانلودینگ بازیتون رو روی حالتی که دارین توی ویدیو میبینید قرار بدین، دقیقاً طبق ویدیو. کار باعث میشه که خودکار هر چیزی رو دانلود نکنه و شما چیزایی که میخواین خودتون دستی بتونید دانلود کنین. و در نهایت عشق من، مرسی که بهم انرژی میدین و این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. حتما داخل بخش کامنت ها برام بنویسید که ویدیو به کارتون اومد و تونستید رفع اشکال کنید یا نه.
حتما برام کامنت کنین که چه ویدیو آموزشی رو دوست داری که دوباره آموزش رو براتون بزنم و درستش کنم. اگه از این جور ویدیو خوشت میاد حتما ویدیو رو لایک کن، چنل رو ساب کن برای ویدیوهای بیشتر و زنگوله رو فعال کن. تا ویدیوهای بعدی بدرود.